بازم سلام. راستشو بخواید امشب میخواستم دور ولی فقیه و روزه پریشبشو خید بکشم و برم سراغ یه سوژه دیگه. اما وقتی دیدم همه ورق پاره ها و بلنگوهای نظام خفقون گرفتن و رفتن تو کار زیرابی، تصمیم گرفتم یه بار دیگه کلاف موشکافی رو بردارم و برم واسه پنبه زنی اعترافات ولی فقیه. اصل قضیه اینه که حرفای پریشب علی گدا از اول تا آخر اعتراف بود. مسئول آمریکایی همین چند روز قبل از این میگه که ایرانی ها گیر افتادند، ایرانی ها در قضایای هسته‌ای با دست بسته پشت میز مذاکره حاضر میشن. خب این خطای محاسباتی است. اون تصور میکنه که ایران رو در سکنج گیر انداخته، میگه ایرانی ها پشتشون به دیوار رسیده است. اصلا همین حرف یعنی اعتراف به گیر کردن، یعنی اعتراف به دست بسته بودن، یعنی فلاکت. مثال و سندشو هم خود علی گدا دو جمله بعد رو کرد. طرف ایرانی برخی از کارهایی رو که میتوانست او رو به توافق نزدیک کند انجام داده است، کارهای متعددی رو انجام داده. گسترش و توسعه ماشین‌های غنیسازی رو متوقف کرد. خب اینو لازم دونستن که یک برهه‌ای متوقف کنه. تولید اورانیوم 20% را که یک کار بسیار بزرگی است، رسیدن به 20%، دانش و فناوری 20%، خب این رو متوقف کردن. اقتضای مذاکره این بود که متوقف بکنند. کارخانه عراق را که یکی از کارهای بسیار بزرگ و مهم فناوری است، این رو فعلا متوقف کردند. فوردو را که یکی از برترین ابتکارهایی است که نیروهای ما و عناصر داخلی ما اون رو برای تضمین امنیت دستگاه‌های سانتریفیوژ ما توانستن اون رو تأمین بکنن، تضمین بکنن، این رو فعلا متوقف کردم. سکنج ملاحظه کردی؟ خودش با زبون خودش داره میگه به خاک سیاه نشستم، میگه دار و ندار و متوقف کردم. حالا همه این غلط ها رو برای چی کرده؟ اینا همش برای این است که سلاح و حربه تحریم از دست دشمن خارج بشه. اگه بتوانن این کارو بکنن خوبه. البته باید تحریم از دست دشمن خارج بشود به معنای واقعی کلمه، تحریم برداشته بشود. آها، پس گیر تحریمی. قضیه همون قضیه تناب و خرخره ولایته ها، یعنی تحریما برداشته بشه. باشه، فقط قبل از اینکه تحریما رو بردارن به موشکاف بگو ببینم این کیه؟ این که الان میخوام نشونش بدم کیه؟ هرچه ما رو تحریم میکنند ما به ظرفیت داخلی خودمون متوجه میشیم و رو میاریم و این ظرفیت و استعداد روز به روز مثل چشمه جوشانی شکوفا میشه. قربون احمد داری با این ثبات شخصیتت عزبا. ببین کارت به کجا رسیده که خود تیویریش اینجوری ازت سوتی رو میکنه. از یه طرف میای به بسیجی ها میگی هرچی ما رو تحریم کنن شکوفا میشیم، از اون طرف میای میگی همه چی رو متوقف کردیم که تحریما برداشته بشه. چرا برداشته بشه؟ مگه نمیخواستی شکوفا بشی؟ خب بشو. پس به دلواپسا حق بده که با چنین ولی فقیه کفن تنشون کنن و با ساندیس و بی ساندیس بیان وسط خیابون و قاط بزنن. خب این از داستان تحریما و اعتراف به گیر افتادن. حالا بریم سراغ یکی دیگه از اعترافات عظما. امروز جمهوری اسلامی با نظام جمهوری اسلامی در 35 سال قبل قابل مقایسه نیست.
تراکم تجربه ها، تراکم کارها، پیشرفت های فراوان، نفوذ عظیم منطقه‌ای، رسوخ مبانی انقلاب در اعماق دلهای جوانان این کشور، اینا چیزهای کوچکی است. آها، نفوذ عظیم و منطقه‌ای ها؟ منظورت همون فوت کردن تو بادکنک استراتژیکیه؟ خب همین نفوذ و رسوخ و این سرتشتک سپاه خیلی واضح‌تر گفته. بارها گفته شده که مرزهای ایران اسلامی امروز گسترش پیدا کرده، مرزهای انقلاب اسلامی گسترش پیدا کرده. ما در مرزهای خودمون از مرزمون دفاع نمی کنیم، بلکه در کیلومترها دورتر از مرزهای خودمون امروز در حال دفاع هستیم. اما نه فقط ما، بلکه ما و دیگر برادران مسلمانمون اعم از شیعه و سنی دوش به دوش همدیگر در حال دفاع و مبارزه با نظام استکبار، نظام سلطه و دشمنان انقلاب اسلامی هستند و هستیم. بله، نفوذ کذایی برای اینه که جلوی سرنگونی رو کیلومترها دورتر بگیره تا به قول خودش به بیت ولایت نرسه. تازه این ولی فقیه درمونده تو همین رسوخ و نفوذ کذایی مشکلش اینه که دیگه پولی برای نفوذ و رسوخ باسش نمونده. به همین خاطرم است که تو این روزه اخیرش یکی در میون هی میگفت تحریما برداشته بشن. خلاصه این که این اعترافای ولی فقیه بد جوری کار دستش میده، یعنی نظامشو آشولاش میکنه. ببین حالا کی موشکاف گفتا. موشکاف